کافر شده بودند و به جای خداوند یکتا بت‌هایی از سنگ و چوب را می‌پرستیدند. در چنین زمانی خداوند نوح را به پیامبری برگزید و به او فرمان داد که مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت کند و از بت‌پرستی باز دارد. ای مردم، من پیامبر خدا هستم. از پرستیدن این بت‌های ناتوان دست بردارید و به خدای یگانه ایمان آورید. ای نوح، تو انسانی شبیه به ما هستی و تفاوتی با ما نداری. چرا به دروغ خود را پیامبر خدا می‌نامی؟ ما خدایان خود را رها نمی‌کنیم. حضرت نوح 950 سال مردم را به سوی خداوند دعوت کرد، ولی در تمام این سالها فقط 70 نفر بت پرستی را رها کرد و به او ایمان آوردند. روزی حضرت نوح که دیگر از ایمان آوردن مردم ناامید شده بود، به آنان چنین گفت: ای مردم، به خداوند ایمان بیاورید و از پرستش بت‌ها توبه کنید، اگر نه عذاب الهی شما را نابود خواهد کرد. ای نوح، تو سالهاست که به ما عذاب الهی را وعده می‌دهی. اگر راست می‌گویی یک بار آن عذاب را به ما نشان بده. خداوندا، من شبان روز این قوم را به پرستش تو دعوت می‌کنم. خدایا، بر این قوم عذاب نازل کن و همه کافران را نابود ساز. سرانجام زمان عذاب الهی نزدیک شد. خداوند به حضرت نوح فرمان داد تا کشتی بزرگی بسازد. حضرت نوح بیدرنگ شروع به ساختن کشتی کرد، ولی کافران او را مسخره می کردند و می گفتند: کشتیت را در کدام دریا می اندازی؟ به زودی عذاب خداوند فرا می رسد و آب همه دنیا را فرا می گیرد و همه شما غرق خواهید شد. به محض تمام شدن کشتی، نوح شروع به جمع‌آوری حیوانات کرد و از تمام حیوانات یک جفت نر و ماده جمع‌آوری نموده و داخل کشتی برد. سرانجام روزی آب از تنور خانه حضرت نوح جوشیده و بالا آمد. حضرت نوح دانست که زمان عذاب خداوند فرا رسیده است. اهل خانواده و پیروان خیش را خبر کرد و همگی به جز کنعان پسرش سوار کشتی شدند. ابرهای سیاه تمام آسمان را فرا گرفت. صدای رعد و برق در تمام جهان پیچید و باران بسیار شدیدی شروع به باریدن کرد. خیلی سریع سیل از کوه‌ها به راه افتاد. نوح و یارانش سوار کشتی بودند و کنعان در کنار کشتی ایستاده بود. ای کنعان پسرم، بیا با ما سوار شو تا نجات یابی و با کافران غرق نشوی. من به تو و کشتی تو نیازی ندارم. من به بالای کوه می روم و از غرق شدن نجات پیدا می کنم. امروز هیچ کس به جز خداوند نمی تواند تو را نجات دهد. در این هنگام موج بزرگی کنعان را از کشتی جدا کرد. کنعان به طرف کوه دوید و از آن بالا رفت، ولی آب هم بالا می آمد. کنعان به قله کوه رسید. آب تمام کوه را فرا گرفت و او را غرق کرد. کشتی روی موجهای بزرگ بالا و پایین می رفت و کافران در عذاب خداوند غرق می شدند. سرانجام به امر خدا باران قطع شد. کشتی روی کوه جودی به گل نشست و نوح و یارانش با خوشحالی و سلامت از آن پیاده شد و زندگی جدیدی را در دنیایی که کافران همه از بین رفته بودند شروع کردند.